به نام الله بخشنده و مهربان. حمد بی حد و ثنای بی عدد بر الله مهربان را و درود و رحمت بی پایان بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. ای دوست قیمت من و ای خواهر با عفت من، در این حالت دهشتناک فکر کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: دو نفر در خوابم نزد من آمدند و من را گفتند که با ما یک جا می روی و من را با خود بردند. در یک جا رسیدیم، مردی را دیدیم، یک پهلو خواب است و مرد دیگری در بالای سرش راست ایستاده است. در دستش یک سنگ کلان می بردارد و در سر مرد با پهلو خوابیده می زند. سرش دو قسم می شود و سنگ غلیده در زمین می افتد و باز دوباره الله امر می کند، سر مرد به حالت اول باز می گردد و باز دوباره سنگ را گرفته می زند. باز سرش دو قسم می شود، سنگ غلیده به زمین می رود، باز الله سرش را به حالت اول باز می گرداند. یا الله! باز این مرد سنگ را می گیرد و به سر مرد می زند، باز سرش دو تقسیم می شود. همین خیل تکرار یافتن می گیرد. چه حالت دهشتناک است! شما تصور کنید اگر خواب باشید یا یک پهلو یک نفر بالای سر شما بیاید، یک سنگ کلان را برداشته در سر شما زدن گیرد، چه حالت دهشتی است! پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ترسیدند، وهم ایشان را فرا گرفت. از جبرائیل علیه السلام پرسیدند: ای جبرائیل، اینها کیها هستند؟ چه سبب هست که اینها در این عذاب و عقوبت گرفتار هستند؟ جبرائیل علیه السلام گفت: این مردی هست که در وقت نماز پنجگانه خواب می رفت، نماز را از وقتش دیر می خوند، قضا می خوند، نسبت نماز بے پروا بود، قرآن را می گرفت اما انکار می کرد، قبول نمی کرد. این است جزای شخصانی که نماز را قصدن از وقتش می گذرانند، دیر می خوانند، قضا می خوانند، بے سبب و بے عذر نماز جماعت را ترک می کنند. پس اگر عذاب شخص کاهل نماز ترک کننده ای جماعت این باشد، شخصی قضا می خواندگی این خیل باشد، وای بر حال شخصانی که نماز را تماما نمی خوانند. الله برای ما 5 وقت نماز را در وقتش فرض گردانید و ما هم باید در وقتش ادا کنیم تا اینکه از عذاب الهی در امان باشیم. پیام خالق بشنو، به دین مصطفی بگرو، تو را داد است حیاتی نو، سحرگاهان به مسجد رو. نماز حق چو 5 آمد، به مؤمنان چو گنج آمد، به نادان همچو رنج آمد، سحرگاهان به مسجد رو. نماز اگر قضا داری، سحر برخیز و بگذاری، بکن با درگهش زاری، سحرگاهان به مسجد رو. نمازت را مکن پیشه، مزن بر پای خود تیشه، بکن از مرگت اندیشه، سحرگاهان به مسجد رو. به مسجد گر بیایی تو، چو زیبا می نمایی تو، شود جنت سرایی تو، سحرگاهان به مسجد رو. به مسجد گر نآیی تو، تکبر می نمایی تو، شود دوزخ سزایی تو، سحرگاهان به مسجد رو. تو را منزل در آن غار است، چه جایی سخت و دشوار است، رفیقت کژدم و مار است،
سحرگاهان به مسجد رو. تو را مانند در آن تنگی که پیش آید یک زنگی، زند با گرز آهنی سحرگاهان به مسجد رو. ایا ای سعدی خوشخوان، چه خوش خواندی و قرآن را، عطا کرد بر تو ایمان را، سحرگاهان به مسجد رو، سحرگاهان به مسجد رو. چرا ای بنده عاصی به سوی ما نمی آیی، به شامگاه و سحرگاهان به سوی ما نمی آیی. منم با تو، تویی با من، چرا بیگانه می گردی؟ اگر روزها تو در کاری، چرا شبها نمی آیی؟ به غفلت مگذران عمرت، از این درگاه چرا دوری؟ زی وصل ما خبر داری، به سوی ما نمی آیی. منم بخشنده و غفار، منم عالم منم ستار، چرا بر مشکلی هر کار به سوی ما نمی آیی؟ دو دست و پای تو بسته برندت سوی تاریکی، چرا بر گوشه مسجد به دست و پا نمی آیی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.